اینجا اینا ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم. الان سنگ زدی اینو بگی؟ مینا خفه شو، باهات حال نمیکنم. برای چی با اون صحبت کردی؟ خداحافظ. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستانی که دارن الان منو نگاه میکنن. کوچیک احمدتون حامد تبریزی هم از کانال رسمی من داریم در فورتس ببخش بعد فرول من گرند دو تا صفر یل دو با من فرو واسه بیکات تو یعنی سلام عرض کردم از دوازن پرچه فاده از زبان پرتغال داشتم. سلام علیکم آقا مرتضی بردستی کاریو آقا سلام خیلی مخلصم. خواستم بهتون بگم که خیلی مخلصم. امروز یه روز پر انرژی. مرسی که دیروز ویدیویی که گذاشتم نگاه کردین. دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم که دوست دارم اونقدر که بدبختم باشم واسه پول هست. عجیب الکل صنعتی. رفیقاتو تک کن. آقا مرسی که ما رو سابسکرایب می‌کنی. مرتضی بریم آقا یه ویدیو نگاه کنیم. هر کی به بازه خیلی ساده سری میریم سر اصل. هر کی به بازه زنگ میزنه به دوست دخترش میگه خداحافظ بای فور ایور. تازه رل زدم بای فور ایور یعنی بای بای برای همیشه. ندی بای بای همون لحظه مثلا میسکاشو میگیریم بعد آقا خیلی مخلصیم. بریم که داشته باشیم ویدیوهای کلی خنده دار. من به خدا ندیدم هیچ کدوم. بریم 3 2 انقدر دوست دارم هشت باشم اما چه کنم سلو باید حق باشم. یک شده ورشگاه سهاد موسم توشه دوتا داره چیش میکنه رو دکمه‌های آسانسور. ای وای کار تموم شد. چیشش بچه است. حسین چیش دارم حسین. آقا داری میخندی که نه یادش خب دکمه رو زد. دکمه اینجا رید خراب شد. اسم شهرشون دوشنبه است، بازی روز سه‌شنبه است و یه بازیکن دارن به نام احسان پنجشنبه که توی زمین داره بازی میکنه. آقا جواد عشق اصلا خب این چه بیوی گذاشتی داخل؟ من ایشان را عاشق من تو را کینم. ادیتوری رو حتما شاید اتوبوس‌های پاکستان شده. 4 تا چیه؟ یعنی واقعا این تتوها رو زده این ابله. اینا هم در یوتیوب باز میگن حکم بهش خورده این کارو میکنه. برای مصرف روزانه از این مدل استفاده کردم. مبارکتون باشه. بابا تو شیشه هم بزنی دیگه به خدا این قفله. به امام حسین قفله. اینجا شیش شده. سوالی داشتم از خواستم بدونم که نظر شما در رابطه با چیه؟ با چی؟ به طور کلی کلا نظر شما واقعی یاری رابطه با زندگی خوب. کلا نظر شما در رابطه با چیه؟ نظر من همش به ارزانی. چرا در اموری که حل آنها موجب گرفتاری و پیچیدگی در مسائل بغرنج در رابطه با ویدیو ساده میشه نظر شما در رابطه عوضی داره سوالای بی ربط میپرسه. 20 سال پیشه. به نظر شما در مسائل بسیار پیچیده که ساده هستن واقعا چیه؟ پیچیده ما نداریم. نگاه یه وقتی یادت نیست تو کدوم لیوان سم ریختی. فکر کرد گذاشت زمین. اینا خیلی خندیدی. این دختر بزرگ شده. اینجا وای این مال زمان بلوتوث فکر کنم. تو مترو میگه اولای این اینستاگرام البته 10 سال پیش 11 سال پیش عزیزم. حتی عزیزم کوچیکیش الان تو
احسن هنرنمایی مجلس اونا هنرنمایی مجلس ما من نمیدونستم نسخه وطنی نگاه کن قلنجاش مرتضی خدمت حضار محترم و مرتضی از الان خودش آماده کرده واسه زنگ زدن همه رو خندیدی آبا چیز بود دیگه وقتی میخوام 2 کلمه درس بخونم وضعیت اعصابم آقا سلام خستم. سلام خسته نباشید. میشه از شما سوال کنم چند ساله دارین آش درست میکنین و به مردم عرضه میکنین؟ بفرمایید. چند ساله؟ چند سال خودمون چند سال میام. چند ساله آش داری درست میکنین؟ آقا نمیفهم چند ساله مثلا؟ الان 7-8 ساله. خودت هم آش دوست داری؟ آره. نه تعارف شده آش نخورده و دهن سوخته بشی؟ چرا سوخته میشه اگه آش داخل بخوری همشهریتونه؟ نمیدونم دهنت تو داغون میشه. دهنت میسوزه. آره نیست. خدا نکنه. آقا داریم در مورد همین ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش اگه سرد باشه گرم بخوری به چه فایده؟ آقا یه آش فروش ما داریم در مورد این ضرب مثل صحبت میکنیم. آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ آش نخورده دهن سوخت. نه آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ اون چه بیشرفی داره مصاحبه میکنه هنوز گرمه گذاشتی دهن. آفره همینه دهنت میسوزه. در میسوزه دولیم برگرد. حتی ریشه رو داری؟ آقا ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته یعنی چی؟ با آش میگم داغه. دهنت تو چجور آقا شما که میذاره تو دهنه میسوزه دهنه. داره راست میگه آقا خودش آش فروشه شما خودتون آش فروش هست. نه لاستیک نه آقا بیرونه ما کارگریم. بازم نشستی رو بروم مات تماشای تو هم توی چشات خی اون باید خودشو نگه داریم بخوره مرد قطع نخواه خب بریم هم دیگر کرات میکنم نگرم نباش سلام من اومدم براتون یادم اینجا کار کنم بگم دوباره با آب در خدمتتونم میدونی اگه تخم مرغ 2 ذره بشه چی میشه؟ موضوع باید محکوم میشه. آره اخراج میشه. میدونی اگه یه فنجون قهوه بخوری چی میشه؟ فنجون خالی میشه. اینا طلاق میگیرن اینا 100 به درد هم نمیخوره میدونی کاکتوسای با معرفت به هم چی میگن؟ روکه پاتی. نه ولی خیلی بال میگن خوردش تو زنگش. مجبوره بخنده زنشه واقعی خندت بیاد یا بخاطر دل من خندید. میدونی درخت اگه گشنشون بشه از کجا غذا میگیرن؟ عریشه اسلام کود. میدونی اگه به ماهواره ها آب بدی چی میشه؟ ابی نمکیش خنده این خندات یه حساب نمیشه ولی ادیتور از اون حساب کنه چون خیلی جلوه شما خنده دید از مدرسه اخراج کنن چی میشه؟ زیتون در رفته. پروردهشون میذاره زیر آقا ویدیوها تموم شد شما و اینکه مرتضی عزیز باخت الان بشما با اختلاف خیلی زیاد خب با اختلاف خیلی زیاد یه توضیح بدم یه دقیقه بفرمایید من تازه آقا همه رو باخته همه رو خندیده میگم همه رو باخته همه رو خندیده بعد دنبال مغلطی کردنه کسی مغلطی میکنه که اختلافی چه دونه باشه به همه خندیدی دوست عزیز من تازه ارزادم قسم ازدواجه الان اگه به یارو زنگ بزنم بعد دنبال یه بهونه مثلا میخواد خیلی هیجان کارو ببره با تازه دادم قسم ازدواجه اسم بچه‌هاتون هم انتخاب کرد بله آقا من گوشی رو لطفا من میدم گوشی رو بهتون تماس بگیریم بذاریم بغل میکروفونمون که صدا رو ضبط کنه زنگ بزنیم بی مقدمه بریم سر اصل مطلب سلام خدافظ تو به درد
درد من نمیخوری آتاشخال کثافت لجن بگو تو شهر شخصیت خونه لطفا بریم آقا بریم کش ندیم بریم که داشته باشیم میدونه شوخی میکنه مینا میدونیم بیا خودم نشونش داده بودیم کدوم آقا چند نفر آخه همزمان این صحبت ما کجا با چند نفر الو سلام عزیزم سلام چطوری مینا جون خوبی؟ قربونت شدم خسته نباشی مینا یه موضوع مهمی رو میخواستم بهت بگم جانم باشگاهی نه؟ بله مینا ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم یعنی چی مرتضی الان سنگ زدی اینو بگی من مامانم ما به اختلاف خوردیم خانواده مینا من دیگه اتفاقی افتاده مگه نه دیگه من دیشب اون شب بخیری که بهم گفتی ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم مینا کاری نداری؟ یعنی چی اون خواهرم تایم تمرین من سنگ زدی اینو بهم بگی مینا جانم خفه شو باهات حال نمیکنم دیگه ازت بدم میاد مینا ببین بذار اصلا بهت بگم اصلا چرا بهت نگم 1 ماه تو دل من مونده بود تو چرا مثل چی آرایش میکنی میری بیرون ها تو مگه صاحب نری لباس کوتاه میپوشی میای بیرون اصلا خوب شد بهت زنگ زدم خب اینا رو میتونستی یه جور دیگه هم بهم بگی چرا لباس کوتاه میپوشی میری بیرون الان که دیگه گذشت ما میخوایم با هم کات کنیم ولی برای بعدیا میگم دیگه برای اونا لباس کوتاه نپوش مینا خب میتونستی بهم بگی نبوشم حالا من یه دلیل دیگه اون روز با دوستم اومده بودم بیرون حامد خب برای چی با اون صحبت کردی خب مگه چی میشه تو من نمیدونی من غیرتیم پس چطور تو با دوستت میای بیرون میگی تو با هیچکی صحبت نکن مینا نمیدونم واقعا به چی بگم خدافظ بار فوراور ما به دردم نمیخوریم خدافظ آمدی پری این ناموسم فقط به خاطر اینکه بچه‌ها خوششون میاد جرش دادی ولی اینجا مونده بود این دیگه من به گو خوردنم یا فهم بر نمیگرده با من لباس کوتاه نمیپوشید بنده ندی بعدا میگی ویدیو بود حالا تا ویدیو ادیت بشه حاضر بشه پخش بشه 2 روز دیگه پخش میشه من 2 روز اینو نبینم میمیرم بعد فردا هم پنجشنبه است من ما تایید میکنیم آقا مرسی مرسی بابت خندای خودت که خندیدی مرسی بابت کات کردن تو دیگه تا 2 سال مرسی که ما رو نگاه کردید جون سرتون بگم